اسرائیل و یک غافلگیری بی سابقه. روز شنبه محمد ضیف، فرمانده نظامی حماس، از آغاز حمله گسترده به اسرائیل خبر داد. ما تصمیم گرفتیم به یاری خدا به حملات اسرائیل به خودمان پایان دهیم، طوری که دشمن بفهمد دوران بزن و در رو به پایان رسیده. ما آغاز عملیات طوفان الاقصی را اعلام می‌کنیم. به حول و قوه الهی در اولین موج این عملیات طی 20 دقیقه 5000 راکت و موشک به سوی زیرساخت‌های نظامی دشمن و فرودگاه‌هایش پرتاب شدند. او ابراز امیدواری کرد که این اقدام منجر به سرنگونی کامل اسرائیل شود. اما تحول اصلی و قطعاً بی سابقه، نه حملات گسترده راکتی، بلکه عبور جنگجویان حماس از مرز با پاراگلایدر و تحت کنترل گرفتن برخی مناطق در جنوب اسرائیل است. جنگجویان حماس علاوه بر به غنیمت گرفتن شماری از تجهیزات نظامی، تعدادی از سربازان اسرائیلی را نیز به اسارت خود درآوردند. حماس همچنین در عملیاتش از پهپاد هم برای هدف گرفتن سربازان اسرائیلی استفاده گسترده‌ای کرد. به دنبال این هجوم گسترده حماس به اسرائیل، برخی از مردم غزه و همچنین ساکنان اردوگاه جنین در کرانه باختری از این حمله استقبال کردند. البته عملیات طوفان الاقصی دو حامی شاخص دیگر هم دارد. اول حزب الله لبنان که در بیانیه‌ای این عملیات را پیامی به جهان عرب، جهان اسلام، جامعه جهانی و به ویژه کشورهایی که به دنبال سازش با اسرائیل هستند دانست. و جمهوری اسلامی نیز که رهبرش 2 روز پیش گفته بود اسرائیل در حال از بین رفتن است، دومین حامی حماس است. در واکنش اسرائیل هم پس از این غافلگیری تنها یک راه را در پیش روی خود دید: اعلام وضعیت جنگی. ما در شرایط جنگ هستیم، نه یک عملیات محدود. صبح امروز حماس یک حمله غافلگیرانه علیه کشور و ملت اسرائیل انجام داد. من ضمن تشکیل جلسه با نهادهای امنیتی دستور دادم مناطقی که تروریست‌ها به آنها نفوذ کردند پاکسازی شوند که این کار همکنون در جریان است. همچنین دستور احضار گسترده نیروهای ذخیره ارتش را صادر کردم. دشمن بهای سنگینی خواهد پرداخت. از شهروندان اسرائیل می‌خواهم تابع دستورات ارتش و وزارت کشور باشند. ما در جنگیم و در آن پیروز خواهیم شد. ارتش اسرائیل از آغاز عملیات شمشیرهای آهنین خبر داد. در این عملیات برخی مواضع حماس در غزه هدف حملات هوایی قرار گرفتند. واکنشی که شاید بتوان گفت در مقطع آغازینش چندان گسترده نبود. به نظر می رسد هر تصمیمی در خصوص واکنش گسترده تر به حماس بستگی به ارزیابی نهادهای امنیتی این کشور از مرزهای جنوبی، شمالی و همچنین شرایط داخلی خواهد داشت. همان نهادهایی که با ناتوانی در رصد به موقع تحرکات به منظور جلوگیری از انجام حملات از سوی حماس بازنده اصلی تحولات در روز شنبه بوده‌اند. محسن ایزدی، لندن.